امروز زمان گذشته ساده رو خیلی تمیز و کوتاه یاد میگیریم. فرمول اصلی: فاعل پس از فعل گذشته. نکته مهم: افعال در گذشته با دو بخش با قاعده و بی قاعده تقسیم میشن. افعال با قاعده اینا در گذشته ایدی یا دی میگیرن. مثال ها: I played football yesterday. They watched the movie last night. She loved the gift. فقط دی چون آخر فعل ای داره. افعال بیقاعده irregular verbs. این افعال فرمشون کاملا عوض میشه. مثال ها: go, went. She went to school yesterday. Eat, ate. I ate breakfast early. Come, came. They came home last night. جمله منفی. فرمول: فاعل پسش didn't پسش فعل ساده. بعد از didn't فعل همیشه به شکل ساده برمیگرده. مثال: I didn't play. She didn't go. They didn't watch TV. لایک و سابسکرایب یادت نره.